سما فيه الطموح وطن سما فيه الطموح مرفرفا على من تألق في سما الآفاق. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یک روایتی دارند، میفرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که 5 نصیحت دارم، کسی که 5 نصیحت از من کند. من دستم بالا کردم، گفتم یا رسول الله من حاضر هستم. از دست گرفتن و فرمودن اتق المحارم تکن اعبد الناس، از کارهای نامشروع دور باش، از اشیای محرم دور باش تا اینکه عابدترین انسان شوی. هر آنچه که خدا و رسول حرام قرار داده است از او دور باش تا اینکه عابدترین انسانا به نزد خداوند حشر شوی. وارض بما قسم الله لكم تکن اغنى الناس، راضی شو با آنچه که خداوند برات داده است، با او قناعت داشته باش. غنی ترین انسان هستی به نزد پروردگار. و احسن الی جارک تکن مؤمنا، به همسایه خود همیشه همکار باش، نیکوکار باش تا اینکه مؤمنی کامل شوی. و احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، همان چیزی را به خود میپسندی به مردم بپسند تا اینکه مسلمان کامل شوی. ولا تکثر الضحک فإن كثرة الضحك تميت القلب، بی مورد خنده نکن، از خنده بی مورد خودداری بکن، چه خنده بی مورد و بیجا باعثی می شود که قلب انسان می مرد. چنانچه که در آیه کریمه می خوانیم فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، باید کمتر خنده بکنن و بیشتر گریان بکنن. چنانچه پیغمبر علیه السلام در دیگر جا می فرماید که باید انسان در برابر گناههای خود همیشه چشمش یا گریانش و یا اشکش جاری باشد. درست است که جای خوشی در اونجا باید انسان خوش باشد و بذلک فلیفرحوا، به همین چیز باید خوش باشد. او چیز نعمت ایمان است، نعمت اسلام است، نعمت قرآن است و این باعثی از این نمی شود که انسان همیشه دیدارای انسان ترش باشه و پیشانیش ترش باشه در برابر مسلمان ها. نخیر، پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم همیشه در تبسم بودند. در وقتی در پیشانی مبارکشان چین پیدا می شد و یا ناراحت می شدند که مخالف شریعت کسی کار می کرد، در وقت تغییر می خورد چهره مبارکشان و غضب و آثار غضب ظاهر می شد. در غیر از او همیشه وقت با تبسم و با پیشانی بسیار و طبعا روی مبارکشان از مهتاب 14 بیشتر می درخشید، با مردم برخورد می کردن، با تمام انسان ها.